همیهنان عزیز، درود به همگی شما. ما امروز جمعی هستیم که پیام آور آینده‌ای درخشان در ایران آزاد شده‌مون هستیم، متعهد به نجات کشورمون از یوغ این حکومت ضد ایرانی و ضد انسانی. برای ایرانی که همگی ما بهش باورمند هستیم و احساس تعلق میکنیم. ایران ما ایران همه ماست. هر گوشه از این کشور متعلق به هر کدوم از ماست. یک ایران یک پارچه، یک ایران زیر یک پرچم است که بیشترین ضمانت حفاظت حقوقمون و آزادیمون رو خواهد داشت و در فردای آزادی حکومت قانون است که حافظ حقوق تک تک شهروندان ایران زمین خواهد بود. همگی ما که امروز با هم جمع هستیم این تعهد رو نسبت به این آینده داریم و من خوشحال هستم امروز به عنوان کسانی که در واقع همگی قوم و خویش همدیگه هستیم. برای ایران وایستادیم، برای ایران جان دادیم در طول تاریخ و به همین دلیل کشور ما علیرغم سده‌ها مقابله با دشمنان اشغالگر ایستادیم و زنده ماندیم و در آینده هم خواهیم بود. امروز تک تک ما این مسئولیت رو داریم که با این پروژه ملی برای آزادی کشورمون تلاش بکنیم و در فردای آزادی دست یکدیگر رو بگیریم برای بازسازی کشورمون در سایه امنیت و در سایه آزادی. من خوشحالم که این یه نمودار واقعی است از این حمایش و گوناگونیش از طیف‌های مختلف، اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، ادیان مختلف. این دقیقاً اون تصویری است که می‌توانید از ایران آینده انتظار داشته باشید. ولی در آن واحد و بدون تعارف و رودرواسی خطوط قرمزی را هم داریم. ما نمی‌توانیم مقابله نکنیم با هر کسی که انگیزه تجزیه ایران را در سر دارد یا کسانی که با اساس ایرانیت ما دشمنی دارند یا نیروهای خارجی که میخوان این وسط به کشور ما لطمه بزنن. هیچ کدوم از ما تا زمانی که جان داریم نخواهیم گذاشت که ایران ما متلاشی بشه و ما را از یکدیگر جدا بکنه. این تعهد شخصی من هست به این کار و میدانم که در این راه تنها نیستم. امیدوارم هرچه زودتر در میان شما باشیم و این جلسه امروز آخرین جلسه ما در تبعید باشد. به امید آزادی ایران، درود به شرف همگی شما و با همدردی به تمام جانباختگان راه آزادی. ما با شما هستیم و به زودی جشن آزادی ایران رو با هم خواهیم گرفت. پاینده ایران.